به نام خدای بخشنده مهربان. در بیان آفرینش فرشتگان بدان که به تحقیق الله تعالی 4 فرشته را آفرید که یکی میکائیل، دوم اسرافیل، سوم جبرائیل و چهارم عزراییل علیه السلام است. او تعالی آنها را سبب عملهای مخلوق و تدبیر عالم گردانید. جبرائیل علیه السلام را برای پیغمبران امینی وحی، میکائیل علیه السلام را صاحب بارانها و روزی انسانها، عزراییل علیه السلام را قابض روح انسانها و اسرافیل را صاحب سور تعیین کرد. ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده که اسرافیل علیه السلام از الله تعالی درخواست کرد که با او قوت 7 آسمان را بدهد. حضرت پروردگار دعوتش را اجابت کرد. باز اسرافیل طلب نمود که با او قوت 7 زمین را بدهد. الله این را هم با او عطا کرد. اسرافیل باز طلب نمود که با او قوت کوه را عطا کند و او جل جلاله این درخواست اسرافیل را باز هم اجابت کرد. همچنین اسرافیل علیه السلام از الله تعالی قوت انس و جن را خواست و خداوند این را نیز به او بخشید. بدان که اسرافیل را بالهاست و از پا تا سر او مویهای زعفرانی است و در هر تار موی او 1000 اندر 1000 روی است و در هر روی 1000 اندر 1000 دهان و بر هر دهان 1000 اندر 1000 زبان باشد. آن دهانها و آن زبانها با بالها پوشیده شدند که با 1000 زبان و 1000 لغت تسبیح الله تعالی را میگویند. و او تعالی از هر نفس وی فرشتگان را خلق کرد که تا روز قیامت ستایش پروردگار را میگویند. آنها فرشتگان مقرب، بردارندگان عرش و کرامان کاتبینند. ایشان را صورت اسرافیل باشد. اسرافیل علیه السلام در یک روز 3 مراتبه به دوزخ نظر می کند و جسم او از نار دوزخ چون ذهن کمان گداخته می شود. از این می گرید و زاری می کند و اگر الله تعالی او را از گریه کردن منع نمی کرد، هر آینه زمین از اشک‌های او سرشار می گشت و حادثه چون طوفان نوح علیه السلام تکرار می یافت. و درستی اگر اشک‌های او بر اهل دنیا فرو ریزند، آنها چنانچه به هنگامه طوفان نوح علیه السلام بود همگی غرق شوند. بزرگی و حشمت بدن اسرافیل به حد است که اگر آب تمام دریاها از سر او بریزند، یک قطره در زمین نخواهد افتید. میکائیل علیه السلام را الله تعالی بعد 500 سال آفرینش اسرافیل علیه السلام خلق کرد. از سر تا قدم او مویها از زعفران باشد و بالها از زبرجد دارد. به هر موی او 1000 اندر 1000 روی و به هر روی 1000 اندر 1000 چشم و دهان و به هر دهان 1000 اندر 1000 زبان و به هر زبان 1000 اندر 1000 لغت است و به هر چشم برای رحمت کردن مؤمنان گناهکار می گرید و به هر زبان آموزش گناه آنها را می خواهد. از هر چشم وی 70,000 قطره سرشک می چکد که از هر قطره اشک او الله تعالی فرشته به صورت میکائیل آفریده است و این فرشته ها تا روز قیامت ستایش صاحب آفرینش را می گویند و نامهای ایشان روحانیون باشد.